درس امروز ما نوت‌های قرار گرفته بر روی سیم سوم هستش. در جلسه گذشته نوت‌های قرار گرفته در موقعیت اول روی سیم 1 و سیم 2 رو کار کرده بودیم و خب یک ملودی خیلی ساده رو با اون نواختیم. این جلسه می‌خوایم نوت‌هایی که روی سیم سوم قرار می‌گیرن شناسایی بکنیم و طبیعتاً نوت‌هایی که روی سه سیم پایین رو پوشش میده فرا گرفتیم و میتونیم ملودی های بیشتری رو در واقع اجرا بکنیم و استفاده بکنیم از نوت ها. سیم سوم گیتار به صورت آزاد همونطور که مشاهده میکنید نوت جی یا سول هست. دقیقا همون جایی که جی کلف یا کلید سول قرار میگیره دقیقا همونجا نوشته میشه و سیم سوم آزاد گیتار هست. نوت بعدی از فرت دوم با انگشت دوم استفاده میشه، نوت A یا نوت لا. اگر دقت کنید ما جلسه گذشته یک نوت G رو فرا گرفته بودیم که روی سیم 1 فرت 3 بود. این جلسه یک G آشنا شدیم باش که روی سیم سوم به صورت آزاد نواخته میشه. اگه خاطرتون باشه توی مبحث تئوری گفتیم که نوت‌ها در موسیقی تکرار میشن و به هر بار تکرار اون نوت‌ها یک اکتاو گفته میشه. اینجا دقیقاً همون مسئله اکتاو و همون مبحث اکتاو هست که از این نوت جی تا این نوت جی در واقع یک اکتاو میشه. اگه بشمارید میشه 1 2 3 4 5 6 7. نوت هشتم که همون معنی اکتاو میده نوت جی بعدی ما خواهد. سه سیم پایین گیتار اصطلاحاً بهش سولو استرینگز گفته میشه یا تریبل استرینگ که همون معنی سیم‌های زیرو میده، چون معمولاً ملودی ها رو سه سیم پایین نواخته میشه به خاطر همین بهش سولو میگن و کلاً سیم‌های گیتار دو دسته میکنن: سیم‌های بم گیتار که اصطلاحاً باس یا اصطلاح انگلیسیش بیس گفته میشه و سه سیم پایین گیتار که سولو استرینگز یا سیم‌های زیر هم به اون اطلاق میشه. خب اول از همه خب باید که این نوت ها رو فرا بگیرید، کلا نوت های سولو استرینگز رو. بعد بیایم برای تمریناتی که داریم که آشنا بشیم بیشتر با این تعداد نوتی که فرا گرفتیم. تمرین اول از نوت سی شروع میشه. من یک بار میزنم. همون طبق روال گذشته نوت‌ها رو اول میزان به میزان شناسایی میکنید، بعد بر مبنای اون دوتا میزان رو به هم متصل میکنید، میزان 2 3 میزان 3 و 4 یک خط کامل میشه. میتونید روش تمرین کنید و حفظ کنید. به ضرب‌ها و منظم بودن ضرب‌ها لطفا خیلی دقت بکنید. باز هم میتونید از همون سرعت ثانیه یا 60 بی پی ام استفاده بکنید برای شروع تمرینات. تمرین دوم یکی از مواردی که به فراگیری نوت‌ها در موسیقی خیلی کمک میکنه و در تمام روش‌های آموزش به روز دنیا از اون نوشته میشه مسئله نوشتن هست و اینکه شما روی کاغذ نوت‌ها رو بنویسید. که من یک فایلی رو در واقع در اختیارتون میذارم که با استفاده از اون نوت‌ها بالا نوشته شده و زیر اون شما این نوت‌ها رو می‌نویسید، شماره سیم، شماره فرد و تمام موارد رو یادداشت می‌کنید. هر باری که یادداشت کردید از اون چیزی که نوشتید شروع می‌کنید به زدن. این مسئله باعث میشه که شما جای نوت‌ها و جای نوت‌ها روی دسته گیتار رو که اصطلاحاً بهش ارزش مکانی میگفتیم سریعتر فرا بگیرید روی سیم‌های گیتار. ملودی که امروز می‌خوایم کار بکنیم بر مبنای نوت‌هایی که این جلسه فرا گرفتید ملودی آهنگ لاو می تندر هست. این ملودی بسیار مشهوری است که خب بر اساس یک
فولک سانگ یا همون ترانه محلی، الویس پریسلی در واقع این ترانه رو سروده و این آهنگ رو ساخته. ترانه خیلی مشهوری است و در بیشتر متدهای آموزش موسیقی این ترانه قرار داره. انشاءالله در آینده خوندن این ترانه رو هم کار میکنیم با هم دیگه. ولی برای شروع و اجرای این ملودی همونطور که دقت میکنید باز هم میزان ما 4/4 هست و از نوت جی سیم سه آزاد شروع میشه به این شکل. تو سی، نوت سی گرد هول نوت معادل 4 ضرب پا به 4. این همه نوت می هست. البته یک مطلب جدیدی که ما تو این ملودی داریم علامت برگشت به ابتدای قطعه است. اگر خط اول دقت کنید در انتهای خط یک علامت شبیه خط میزان هست ولی کنارش یه علامت پررنگتر و 2 نقطه قرار گرفته. این به این معنی هستش که شما به این مکان که رسیدید، به این محل که رسیدید، مجددا برمیگردید از اول ملودی رو اجرا میکنید. به اینها اصطلاحاً علائم تکرار گفته میشه که انواع مختلفی داره. در ویدیوهای بعدی، در درس‌های بعدی با هم فرا میگیریم. و در انتهای قطعه، انتهای خط سوم اگه دقت بکنید شبیه همین علامت هست ولی اون 2 نقطه رو نداره. این به معنی پایان قطعه است، یعنی آهنگ در اینجا در واقع تموم میشه. خب خط دوم اگه دقت کنید 2 میزان فقط نوتای می هست، سیم 1 آزاد، سه 4. طبق روال جلسه گذشته اول ملودی رو یاد میگیرید، تیکه تیکه به هم متصل میکنید. وقتی فرا گرفتید میریم با فایل بکینگ ترک اون تمرین میکنیم که اون فایل من در اختیارتون میذارم و میتونید همراه با اون ملودیتون رو اجرا بکنید. به ضربش خیلی دقت بکنید، به ضرب‌ها و کاملا هماهنگ با اون بتونید اجرا بکنید. یک بار با اجرای فایل بکینگ ترک با هم نگاه میکنیم. بسیار خوب، امیدوارم که از اجرای این ملودی مشهور هم لذت ببرید و روش تمرین بکنید. با امید دیدارتون در ویدیوهای بعد.